درود بر دوستان عزیز. همونطور که در ویدیوهای قبل مواردی رو در خصوص آموزش سفالگری با چرخ براتون توضیح دادم، میتونید از طریق کانال یوتیوب من با نام محسن اسودی پیگیری کنید. مطالبی رو براتون ارائه کردیم. خلاصه این مطالب عبارتند از اینکه آماده سازی گل، ورز دادن، چگونه در واقع گل رو بر روی چرخ قرار بدیم و نحوه مرکز کردن گل بر روی چرخ، سوراخ کردن گل، مشخص کردن کف کار، غولاج گرفتن یا نازک‌کاری و ساخت کاسه، فرم‌های دهان باز و فرم‌های دهان بسته که شامل توپ‌ها، تخم مرغ‌ها و عدسی‌ها بودند و در نهایت نحوه تراشیدن قطعه‌های دهان بسته که چجوری برای اینها پایه و کف تراشی رو براشون در نظر بگیریم، پایه تعریف کنیم، کف تراشی کنیم. خب این موارد رو در ویدیوهای قبلی اگر علاقه‌مند باشید میتونید پیگیری کنید. برای امروز ترجیح بر این است که ما یک فرم دهان باز که البته با عنوان کلی کاسه ها ازش نام میبرند ولی به نوعی جزء فرم های دهان باز هست، براتون یک کاسه ای رو بسازیم. خب موارد ابتدایی این کار رو که حتما اگر علاقه‌مند باشید و در ویدیوهای قبلی پیگیری بفرمایید توضیحاتش رو دادم. سوراخ کردن گل تا جایی که به صفحه چرخ نرسیم، باز کردن کف کار، همونطور که براتون توضیح دادم در کاسه ها به عنوان یک فرم دهان باز، کف کارها قابل رویت هست، بنابراین میبایست کف کار رو به دقت صاف کنید که یک سطح هموار در کف کاسه وجود داشته باشه. کاسه ها جزء فرم های کاربردی به حساب میاد و تا جایی که میشه حساسیت اون برای ساخت بالا هست، برای اینکه این فرم کاربردی اصولی داره، استانداردهایی داره که باید رعایت بشه. من کف کارم رو تا جایی که میتونستم و نیاز بود صاف کردم. در ادامه کار همیشه این کار رو انجام نوبت میرسه به نازک‌کاری و غولاج گرفتن. به آرامی وقتی به بالای کار میرسید سعی کنید دهانه کار رو بازتر کنید.
برخلاف استوانه که ما تا انتهای نازوکاری تلاش رو بر این داریم که در واقع دهانه کار باز نشه و بسته بمونه که بتونیم توی ارتفاع فرم رو حفظ بکنیم. برای کاسه ها میتوانیم از همون ابتدا به آرامی دهانه کار رو هنگام نازوکاری بازتر و بازتر در نظر بگیریم. پیس میدن دیواره کار کاملا نکته مهمیه. با اسفنج میتونید در واقع آب رو منتقل بکنید. هنگامی که کار به خصوص دهانه کار بازتر میشه، به نسبت هر مقدار دور چرخ ما بالاتر باشه، احتمال اینکه این فضای گل، این فضای این فرم کاسه بخواد به بیرون پرت بشه، میل به فرار از مرکز داشته باشه زیاده. بنابراین معمولاً از دور پایینتری از چرخ استفاده میکنن که بتونن این فرار از مرکز بودن رو ازش جلوگیری بشه. مجدد اولاژ میگیریم، همراه با اولاژ به آرامی دهانه کار رو بازتر میکنن. میتونم روی سطح داخلی کفه کاسه تمرکز داشته باشم. اگر ناهمواری وجود داره این ناهمواری رو حذفش بکنم. حتی میتوان از تیغه های فلزی که انحناهای مختلف دارند و فرم‌هایی رو در اختیار ما میذارن، از این فرم‌ها استفاده کنیم. با فشار دادن بر روی قسمت داخلی، فشار یک نواخت، حرکت به سمت لبه کار و هر مقدار به لبه کار نزدیک میشوید فشار رو کمتر کنید. حتی میشه با تیغه قسمت داخلی رو کنترل کرد و با استفاده از دست گل رو حمایت کرد از قسمت بیرونی. خب من آب کف کارم رو جمع کنم. به آرامی بر روی دیواره با اسفنج مرطوب حرکت میکنم به سمت بالا و لبه کار و کمی دهانه کار رو بازتر.
فرم دهی رو ادامه میدیم. تمرکز بر روی باز کردن لبه کار. مجدد فشار بر روی قسمت‌های پایینی. فرم دهی رو تکمیل میکنم. انحنا رو بیشتر و بیشتر و بیشتر حرکت به سمت لبه کار و به آرامی به دهانه کار نزدیک میشم. همونطور که ملاحظه میکنید دهانه کار بازتر شد. در انتها میتونیم با استفاده از انحنای تیغه، گلابه یا چسبی که گل تولید کرده رو از روی سطح داخلی گل برداریم. این کار رو با اسفنج هم میتوان انجام داد. قسمت بیرونی همونطور که ملاحظه می‌فرمایید از ابتدا و شروع به کار برای ساخت این کاسه من سوزنگیری نکردم. تمام تلاشم بر این بود که گل در مرکز باشه. هنگامی که گل رو سوراخ می‌کردم کف کار رو باز کردم، نازک کاری کردم، کولاژ گرفتم و حتی در هنگام فرم دهی تمام تلاشم بر این بود که کار از مرکز خارج نشه، لبه های اضافه برای قسمت بالایی گل تولید نکنه که من رو مجبور به سوزنگیری نکنه. بنابراین میتونیم با پرداخت نهایی با اسفنج مرطوب کارمون رو به پایان برسونیم. خب اندکی دهانه کار باز هست. بریدنش، برداشتنش از روی چرخ، احتمال اینکه فشاری که وارد میکنیم دهانه کار رو از حالت دایره دفرم کنه زیاد. بنابراین دو راه داریم، یا میتونیم به این کار اندکی فرصت بدیم خودش رو به اصطلاح بگیره، رطوبتش رو از دست بده، کاسه سفت‌تر بشه که بتونیم هنگام برداشتن با دفرمگی مواجه نشیم، یا اینکه از صفحات متحرک استفاده کنیم که این صفحات متحرک بر روی صفحه اصلی چرخ نصب میشن و هنگامی که شما کارتون رو انجام میدید نیازی نیست که کار رو همون لحظه ببرید. بنابراین با صفحه متحرک کار رو برمیدارید و شروع به ساخت با فرم دیگه کار دیگه رو انجام میدید. بنابراین من صفحات متحرک رو پیشنهاد میکنم. ایده خوبی هست و روش بسیار مناسبی برای تولید و ساختن‌های مکرر هست. خب اگر نکته‌ای به ذهنتون رسید که نیاز به توضیح بیشتر داشت حتما در خدمتتون خواهم بود و پاسخگوی سوالات شما دوستان هستم. با تشکر و احترام.